حتما. خیلی بریم که شروع کنیم کم کم. من یه توضیح مختصری در مورد اینکه اصلا دیزاینرها چی هست که شروع شده چجوری شد بهتون بدم، بعد یه خاطری خیلی کوتاهی هم در مورد آقای ابراهیمی بگم که کجا اولین بار دیدمشون، بعد بریم که دیگه میکروفون دست استاد و ما فقط گوش کنیم. ما تقریبا 2.5 سال پیش بود که تصمیم گرفتیم توی تبریز برای اولین بار یک دوره همی خیلی خوب و متفاوت برگزار کنیم. من و همراه حمیدرضا جاوید عزیز و وحید ناموری عزیز ستایی نشستیم، کلی فکر کردیم، بعد یه ایده خیلی خوبی به ذهنمون رسید و استارتش رو زدیم. الان نزدیک 13 تا ایونت حضوری برگزار کردیم توی این 2.5 سال. جلسات کتابخوانی برگزار کردیم و وبینارهامون که جدیدا هم اضافه شده و هر ماه در خدمت یکی از بزرگان و عزیزانی که تو کامیونیتی دیزاین واقعا چندین سال زحمت کشیدن و یه حرفی برای گفتن داریم هستیم که بتونیم از تجربیات خوبشون استفاده کنیم. انشالله که خیلی مفید باشه برای هممون. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هم هستیم. من هم آقای ابراهیمی رو، استاد عزیزم رو تو یوکس شیراز برای اولین بار دیدم. خیلی حس خوبی بود واقعا. خیلی خوشحالم که دیدمشون. همونجا هم ازشون قولشون رو گرفتم که ما انشالله که بتونیم یک روز در خدمتشون باشیم و بالاخره اون یک روز هم رسید. حالا قرار بود که زودتر برگزار کنیم به خاطر این اتفاقات اخیر که تو ایران افتاد، دیگه متاسفانه گفتیم نگه داریم برای یه فرصت مناسب‌تر. دیگه میکروفون دست آقای ابراهیمی عزیز و ما سر تا پا گوشیم. خب سلام، مرسی میلاد عزیز و سلام به همه بچه‌ها. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. البته من در نقش استاد نیستم امروز، شما گفتی استاد، ولی من به هر حال طراحم و امروز یه سری حالا تجربیاتی که مربوط به فونت میشه رو باهاتون به اشتراک میذارم. خب موضوع رو دیدید که روی پوستر مشخص شده بود که راجع به وریبل فونت. امروز یه مقداری در یک ارائه خیلی کوتاه میخوایم توجهتون رو بیشتر جلب کنیم به این مبحث، شاید که تشویق بشید که بیشتر برید تحقیق کنید، راجع بهش استفاده کنید. فکر میکنم موضوع خیلی خوبی بود برای اینکه برای طراحان محصول بیایم راجع به یه چیز صحبت کنیم. حالا من یکی از موضوعاتی که معمولا انتخاب میشه و صحبت میکنیم، حالا انتخاب فونت یا فونت در طراحی محصول به صورت کلیه، ولی این دفعه گفتیم که متفاوت باشه، تخصص تر باشه. الان بچه‌هایی که شرکت کردن چند نفرن؟ تا الان 58 نفر. 58 نفر حاضرن. خیلی هم شما. عالی، خیلی هم عالی. و اینکه میلاد جان گفت که خیلی طولانی نشه. معمولا تجربه اینه که اگر کوتاه‌تر باشه بچه‌ها بیشتر میمونن و معمولا مفیدتره. ارائه منم خیلی کوتاهه و ازتون میخوام که حتما حضور داشته باشین. حالا اگر که شرایطشو دارین که حتما دوربینتون رو روشن کنین. اگر که یه جایی هستین که مشغول کار دیگه هستین، اینجا متمرکز بشین، چون خیلی زود تموم میشه. فکر نکنین که حالا فعلا مثلا مشغول کار دیگری هستین و وسطاش مثلا اضافه میشین. خیلی جمع و جوره و ممکنه زود تموم بشه و بعد دیگه روی اون مثلا سوالی داشته باشیم. خب میتونیم خیلی زود شروع کنیم. اگر که سوالی یا مشکلی نیست، صدا، تصویر، همه چی واضحه، میتونیم شروع کنیم. عالی. اوکی، شروع کنیم؟ بله در خدمتتون هستم. خب همتون اسم وریبل فونت های متغیر رو شنیدین، شاید یه نمونه هایی رو دیدین و استفاده کردین. مسئله‌ای که من میتونم باهاش شروع کنم اینه که خب ما خیلی وقته که فونت های
متغیر رو میسازیم به عنوان طراحان تایپ و معرفیش کردیم، ولی میبینیم که کمتر استفاده میشه. در سالهای اول که واقعا کم استفاده میشد، در واقع من خودم پیشرو بودم در ارائه فونت‌های متغیر. همون سالهای اولی که اومده بود، من خود فونت دانا رو اصلا کلا روی متغیر بودنش متمرکز بودم. وقتی که منتشرش کردم کلا راجع به امکانات وریبلش صحبت میکردم. دقیق یادم نیست سال چند بود، یا شاید مثلا 2020 بود یا 2019 بود، ولی تا سالها بعد میدیدم که خیلی از جاهایی که مهم هستن هم جرأت یا حالا حوصله این که دردسر استفاده از فونت متغیر رو به خودشون بدن نمیدادن و از همون فونت های اصلی استفاده میکردن. یه تعدادی خب میترسیدن سالهای اول که ساپورت نکنن، دیوایزا، مرورگرا، و یه مسئلهش هم این بود که خب به اون نوع کدنویسی، به اون ابزارها سالها عادت کرده بودن و دوست نداشتن که خودشون رو درگیر ماجرایی کنن که حالا ضرورتی هم شاید به نظر خودشون نداشته. به مرور اما خب این تغییر کرد و الان از ما خیلی هم میخوان، یعنی طراحان محصولی که یه مقداری جدی ترن این استفاده میکنن، چون تست کردن و دیدن هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. مرورگرا دیوایزا ساپورت میکنن و الان به نسبت خوبه. اما من نمیدونم که چند درصد از شما توی محصولاتی که طراحی کردی، نرم افزار یا وب، فونت وریبل رو ترجیح دادی. حالا اگه میشد یه موقع نظر سنجی کنیم که خب خیلی هم خوب میشد که ببینیم اصلا تو جمع شما چند درصد اینطوری، یا اینکه مثلا شاید بعضیا بگن که من یه دونه استفاده کردم توی محصول خاصی ولی ترجیح نمیدم هر دفعه که برم سمت فونت متغیر. یه علتش اینه که خب خیلی همه باهاش رخ نشدن، آشنا نشدن، یه مقداری همون ترسا هستش که من امروز راجع به این چیزها یه مقداری صحبت خواهم کرد که کجا ساپورت میکنه، کجا ساپورت نمیکنن، مزایا چیه، یه مقدار مثلا حتی وارد چالش‌های فنیش میشیم که ببینیمش یه مقداری راحت‌تر، با اینکه ما تو پکیج‌های فونت رو همه جا هم میذاریم راجبش صحبت میکنیم، ولی اینجا حالا وبینار تمرکز بیشتره که ببینیم اصلا در سر نداره و اتفاقا مزایایی هم داره که از استفاده کنیم. خب من تصاویری که میخوام روش حرف بزنم و اضافه میکنم. الان میبینید؟ اوکیه؟ بله همه چی اوکی است. بسیار خوب. فونت‌های متغیر در طراحی محصول موضوع صحبت امروزمونه. خب خیلی حالا منو میشناسن، اما من یه اسلاید اینجا برای معرفی خودم گذاشتم. من از کار هنر شروع کردم، یعنی کلا آرت کار میکردم، نقاشی کار میکردم، معلم هنر بودم اصلا توی مدارس. بعدش با ورود به، یعنی با اصلا یاد گرفتن کار با کامپیوتر وارد فضای گرافیک شدم. یه مقداری حتی طراحی وب کار کردم. اینا مربوط میشه به شاید بیشتر از 20 سال پیش، اون موقع که من تازه دانشجو بودم. و خب بعدش دیگه من رفتم باز ارشد گرافیک گرفتم، دقیق تر شدم توی تایپوگرافی و تو همان یه مدت دانشگاه تدریس میکردم. تمرکزم هم توی تدریس دانشگاه همین تایپوگرافی و طراحی تایپ بود. از تو دل پایان نامه ارشدم و تدریسی که تو دانشگاه داشتم، ایده ها تبدیل شد به یه سری فونت ها که خب ما منتشرش کردیم و
در ادامهش در واقع وبسایت فونت ایران متولد شد که البته همه اینها، یعنی خود فونت ایران در ادامه شهرت و موفقیت یکی از فونت‌ها بود، فونت ایران سنس که حتما اسمش شنیدیم. یعنی اون یه دونه محصول اونقدر خوب ظاهر شد و شناخته شد که من این موضوع رو جدی گرفتم. حتی در واقع من شغلم رو هم عوض کردم، چون من رسما اون موقع کارمند شده بودم، سابقه کار داشتم توی آموزش پرورش. از اون طرف توی دانشگاه ها آموزش عالی هم مثلا مدیر گروه بودم، سالها کار میکردم، ولی همه اینا رو گذاشتم کنار و رسیدم به محصول فونت ایران که خوب ارائهش بدم و اون فونت هایی که داشت الان زیاد استفاده میشد، میشه گفت تقریبا 10 سال پیش، دقیقا همین تابستون میشه 10 سالگی فونت ایران. و به تازگی هم یه وبسایت دیگری رو لانچ کردیم به اسم نون فونت که تقریبا تفاوت خاصی نداره با فونت ایران، همه محصولات فونت ایران اونجاست. اما ما خب وقت زیادی گذاشتیم برای ساختش، چون که کلا به زبان انگلیسیه، روش فروشش بین المللیه و در ظاهر هم فونت ایران به نظر میرسه، اما تمام نوشته ها، اسلاید ها، نوع لایسنس ها، پشتیبانی، همه چی بر اساس در واقع مشتریان عرب خارج از ایرانه. و خب الان هم دقیقا تمرکز من فقط روی فونت و طراحی فونت و انتشار و فروش فونت، کار دیگری تقریبا نمی کنم کنارش. حالا تازگی ها باز برگشتم به تدریس مجازی، ولی اونم فقط در زمینه طراحی فونت. خب این از معرفی، چون که گفتم شاید بعضی آشنایی نداشته باشن، بد نیست که کسی که روبروشون نشسته و داره توضیح میده و یه دید بهش پیدا بکنن که کی از کجا اومده. و اما قصه ما از کنفرانس ای تایپ 2016 شروع میشه. این کنفرانس بچه های تک نیست، دقیقا کنفرانس مورد علاقه ماست. یعنی راجع به فونت تخصصی، راجع به مثلا نمایشگاه فونت، مسابقه فونت، سخنرانی ها، همه راجع به تایپوگرافی و خط و اینجور چیزاست. ولی سال 2016 اون چیزی که خیلی کنفرانس رو تحتش قرار داد، رونمایی از وریبل فونت بود که شما این دو تا عکسی که اینجا میبینید از جلسه همون روزه. ببینید توی این کنفرانس گهگاه چیزای تکنیکال و نرم افزاری فونت هم یعنی به عنوان موضوع مقاله پذیرفته میشن و میان. این که اصلا یک پرزنت خیلی ویژه بود. این 4 نفری که شما اینجا میبینین، یکیشون نماینده اپل، یکی نماینده مایکروسافت، یکی گوگل و اون یکی دیگه هم ادوبی. چون این اتفاقی که میخواست بیفته یه چیزی نیست که مثلا یه محصول نیست، یه در واقع یه چیزی که باید همه با هم متحد ساپورتش کنن که جا بیفته. که این برمیگرده به یه ورژن از فونت‌های اوپن تایپ که تقریبا 20 سال پیش ایدهش اومده بود، فونت‌های مولتی مستر. یعنی ایده وریبل فونت رو خیلی وقت پیش، شاید 20 سال پیش داده بودن، نمونه هایی هم ساخته بودن، ولی اونقدر احساس نیاز نمیشد و این عزم شکل نگرفته بود که همه کسایی که در واقع دیوایس ها و نرم افزارهای اصلی گرافیک رو در دنیا دارن همه با هم متحد بشن که ساپورت از این فرمت رو با هم دیگه بپذیرن و اینو رونمایی کنن. که سال 2016 این اتفاق افتاد در کنفرانس ای تایپ و این رونمایی شد. تو این عکس البته ایشونو شاید بعضیا بشناسن. کسی میشناسه؟
ایشونو پیرهن صورتی؟ یه ذره شبیه آقای رضا بختیاری ورده میگفت. نه اون نیست نه. نه، من پنجرم رو تکون بدم آره اونجا هم تغییر میکنه. آره حالا بذار من این شکلیش کنم الان. اوکی، شمارم این بغل ببینم. ایشونو بچه های تک اتفاقا میشناسن. حالا شاید بچه ها چون جدیدن وگرنه قدیمی همه ایشونو میشناسن. ایشونو بهداد اسفح بوده. بهداد اسفح بود، خب ایرانی و از فارغ التحصیلای دانشگاه شریفه که خب کارهای بزرگی کرده به عنوان یه ایرانی. این بچه ها از همون سالها، یعنی تقریبا میشه گفت اوایل دهه 80 تو دانشگاه شریف کارهای خوبی کردن در زمینه فارسی نویسی، چون ما واقعا مشکل داشتیم در سیستم عامل هامون. همه جا اینا هم تعامل داشتن به صورت جهانی با جاهایی که منابع متن کار میکردن، همین که خودشون یه چیزایی نوشتن. حتی موقع میخواستن یه لینوکس، یعنی یه سیستم عامل درست کنن به اسم لینوکس شریف. بعد راجع به فونت ها، ساپورت فونت ها، کیبورد، حتی کیبورد استانداردی که الان شما میشناسین، حالا میدونین که یک کیبورد دیفالتی رو ویندوز داریم، یک کیبورد استاندارد که ما میگیم کیبورد استاندارد رو پرشین استاندارد رو همه نصب کنید. روی لینوکس و مک اون استاندارد دیفالت هستن. اون زمان اومدن تعریف کردن یه استاندارد سازی اصلا راجع به کیبورد فارسی کردن که چه کاراکترهای کم داره، یه سری تایپ کردناش و اینا رو اصلاح کردن. اما ایشون بعدن دیگه جذب گوگل شد. الان که گوگل نیست، یه سری باز رفته بود مایکروسافت، ولی الان نمیدونم دقیقا کجاست، ولی واسه گوگل کار میکرد و موتور حرف باز رو همیشون ساخته. موتوری که اون پشت توی همه سیستم عاملا اینکه حروف و فونت ها چجوری کار کنن رو ساپورت میکنه. یعنی الان اندروید بر اساس اون کار میکنه اصلا. و خب یه تکنولوژی خیلی پایه‌ایه که به صورت متن باز همیشون کار کرده به اسم موتور حرف باز و هنوزم خیلی از سیستم عاملا و مرورگرا از اون استفاده میکنن. و خب اینجا هم چون اصلا تو گوگل هم مسئول همین بوده، تو کنفرانس نماینده گوگل اینجا. حالا میتونی اسمشون رو سرچ کنین و اصلا دنبالش کنین چون مربوطه به هر حال به تکنولوژی وب و تایپ. خب این میشه سال 2016 و سال 2016 هنوز خیلی از مرورگرا و دیوایزات پشتیبانی نمی کردن. اما یه جورایی تقریبا از سال 2018 این ساپورت ها شروع شد و کم کم گوگل کروم ورژن های جدیدش پشتیبانی کردن. بعد 2018 فتوشاپ و ایلستریتور مثلا تا حدودی البته فارسی درست کار نمی کرد و اون موقع یه مقداری، یعنی فکر کنم من مثلا فونت دانا رو حالا یا 2020 بود یا 2019 بود که ارائه کردم. تازه ایلستریتور، فتوشاپ، یه سری مثلا کروم و تو ابزارها هم هنوز مثلا فیگما و اینا، ادوبی که فکر کنم اصلا هنوز نیومده بود. بعدن دیگه سال 2020 بود که ما تونستیم بگیم اکثر مرورگرا و نرم افزارا پشتیبانی میکنن و فارسی هم تقریبا خوب شده بود. سال 2020 رو در نظر بگیریم، 2022 به بعد واقعا ما دیگه یه جورایی خیالمون راحت شد. اولا که دیگه سال مثلا 2022 حالا الان اصلا در نظر بگیریم دیگه خیلی بعیده کسی کرومی روی سیستمش باشه که مربوط به قبل از 2018 باشه. از این بابت میگم که شما نگران این باشین که مثلا من به میسازم یوزرام اونجا مثلا فونت متغیر ساپورت نمیشه، مشکلی برمیخورن. الان آمار بگیرید خیلی بعیده کسی کروم قدیمی روی سیستمش داشته باشه یا مثلا فتوشاپ قبل از 2018 داشته باشه. در نتیجه الان دیگه خیلی این اصلا مسئله نیست که کی ساپورت، کجا ساپورت میشه، چه نرم افزاری ساپورت میشه نمیشه.
اما بیایم بگیم مثلا فونت متغیر به نسبت به فونت عادی چه مزایایی داره، که خب بخش کلیدی صحبتمونه. بسته بندی شدن کل خانواده فونت در یک فایل، این خیلی اصلا همه چی رو جمع میکنه. پخش بودن این فایل ها که همشون با هم میان توی یه دونه فایل خیال ما راحت میکنه و ما بهتر میتونیم کنترلش کنیم. کنترل دقیق تر بر وزن و کشیدگی ها و اینا، منظورش اینه که ما اونجا مثلا بر اساس چیزی که طراح فونت به ما داده مثلا پله های 100 تایی داریم برای وزن فرض کنیم، ولی اینجا من اگر یه کار خیلی دقیق بخوام مثلا 120 رو بخوام رو هم دارم، 121 هم بخوام دارم، چون این انعطاف پذیر است. امکان انیمیشن سازی، آره دیگه، یعنی ما بین اینا میتونیم مثلا حرکت کنیم، حالا با جاوا اسکریپت یا تو هر محیط دیگه ای ما میتونیم بگیم که مثلا وزن تو از این مقدار به این مقدار حرکت بده، که اونجا نمیشد، یعنی پله‌ای میشه اصلا. نمیدونم حالا نمونه های اینو دیدی، این استفاده های خیلی راحت میتونه ازش بکنیم. ببینید با مثلا یه سری جاوا اسکریپت تو کار این شکلی که میشه کاری کرد که وقتی مثلا وبسایت بالا میاد یه انیمیشن هایی مثلا داشته باشه در سایزهای بزرگ و نمایشی، ولی غیر از اون حتی توی تکست هم این که مثلا موس بره روی لینک یه کوچولو مثلا تکون بخوره، مثلا یکم بولد بشه. این بولد شدنه خب قبلا این شکلی بود که یهو بولد میشد، ولی این میتونید بهش بگید مثلا از وزن 400 تا 700 با یه انیمیشنی بولدش و خیلی قشنگ میشه. یا روی منوها که موس حرکت میکنه میتونید به راحتی اینو بهش بدید که وزنش یه خورده حرکت کنه و اون حالت نمایشیش خیلی حس خوبی میده. بهینه‌تر در وب، چون تنها یه فایل و یه درخواست سمت سرور میره. این شاید بشه گفت کلیدی ترین دلیلیه که طراحان وب از متغیر بخوان استفاده کنن. بخوام یه مقداری واضح‌تر بهتون بگم این چیه برای بچه هایی که حالا شاید مبتدیان. ببینید ما چیزایی که توی صفحه لود میکنیم، مثلا یه سری از تصاویر، حالا مثلا شاید SVG باشه، قطعات دیگه که از بیرون مثلا لود میشن، همه اینو بار میارن روی یه صفحه وبسایت. حتی حالا محتوا مقدار متنی هم که اونجاست هم تاثیر داره. فونت تفاوتش اینه که هر دفعه که لود میشه یه پیام بایستی بفرسته به سمت سرور که این لود بشه. اگرچه ما اینو هم تکنیکالی روش هایی داریم که مثلا صفحه رو بدون فونت لود کن بعد حالا این کار رو انجام بده، ولی به صورت پیش‌فرض این یه مقداری فرق میکنه با حجم فایل. یعنی شما میرید فایل رو نگاه میکنید میگید که فونت ایران سنس که 70 کیلو مثلا بیشتر نیست دیگه، حالا من مثلا 4 تا وزنش رو میخوام، 4 تا 7 تا مثلا انقدر، اینا که اندازه مثلا یه دونه از عکسایی که من تو صفحه گذاشتم، پس مهم نیست. نه، این با عکس فرق میکنه. این در واقع پیام میفرسته سمت سرور 4 بار هر دفعه و این یه فشاری میاره روی سرور و باعث کندی میشه. حالا این توی وبسایتی که یوزراش مثلا چند ده تا یا چند صد تا هستن کمتر تاثیر میذاره، اما توی سروری که مثلا میلیون نفر روی اون وبسایتن این خیلی تأثیر گذاره. و خب وقتی که شما وریبل فونت استفاده کنید و بشه یک دونه فایل یک دونه پیام میده دیگه. حتی اگر اون وریبل، خب میان از ما میپرسن حجمش بیشتره، آره یک کم بیشتره، یعنی مثلا از اینکه 2 تا وزن استفاده کنی، اگر 70 کیلوبایت مثلا اون 150 کیلوبایت، ولی اون مهمه که گفتگوی اون صفحه برای هر کاربر با سرور میشه یک دونه ریکوست. و
باعث میشه که فشار کمتر رو سرور باشه و صفحات سریعتر لود بشه. پس اگر پروژه‌ای دارید که اینطوریه، اگر واسه یه محصولی کار میکنین که خیلی یوزراش زیاده، این به لحاظ تکنیکی هم کلی به نفع شماست، برای اینکه صفحه سریعتر لود بشه، روونتر کار کنه. غیر از اون که دیگه شما یه عالمه امکانات رو توی همون یه دونه فایل دارید دیگه محدود به مثلا لایت و رگولار و بولد نیستین. اصلا شما اگر که بخواین 10 تا 13 تا وزن ایران سنس رو مثلا لود کنید، مدیریتش رو اینا اصلا کلی درد سره. فکر کن شما همه فونت ها رو دارید توی یه دونه فایل. اه، آره خب حالا میلاد بگو تا من دیگه بعد برم سر یه تایپ من فاصله. که میخواستم بگم اصلا مدیریت و اون تعاملش بین تیم حالا دیزاین و تیم فرانت هم خیلی بهتره، چون ما بالاخره اون اسست هایی که بهشون میدیم رو میخواین که مدیریت کنن و لود کنن که دقیقاً همون رو استفاده کنن. این وریبل فونت خیلی کار ما رو راحت کرده، تا اینکه ما همیشه بهشون پک میدیم و میگیم مثلا از این پکه مثلا من اومدم 4 تا فقط وزنش رو استفاده کردم، ما باید اینا رو داکیومنت کنم بهش بدم. ولی خب اینجا دیگه یک بار اون وریبل فونت رو نصب میکنه و خیلی مدیریتش راحت‌تر. آره به هر حال اینا دونه دونه بایستی چک بشه. حالا بچه‌هایی که تازه کارن یه مقداری مثلا سر لینک کردن اینا، جابجا کردن اینا، دونه دونه بایستی چک کنن. این دوره یه دونه فایل رو در سرش کمتره. و بعد از اون میرسیم به یه موضوعی که خب از اون قبلی به لحاظ طراحی خیلی هیجان انگیزتر و مهمتره. اونم در واقع اینتراکتیو تایپوگرافی پاسخگوه که ما میتونیم بر اساس متغیرهایی که توی فونت وجود داره تعامل کنیم با اونا، یعنی دستور بفرستیم و فونت خودش رو تغییر بده. ما اینو توی فونت ها در حد مثلا سایز داشتیم و یا حالا برو دیگه رو وزن دیگه، که بره روی وزن دیگه باید بره اصلا یه فایل دیگه. اما اینجا ما میتونیم کارهای جالبی انجام بدیم که حالا این تو بحث پیشرفته فونت متغیر میگنجه. اونم این که مثلا فرض کنید چیزی که من اینجا نوشتم با توجه به عرض مثلا پاراگراف، قضیهش اینه که فرض کنید شما کدی بنویسید که بگید مثلا بشماره عرض پاراگراف رو و بعد بگه که اگر مثلا تای پاراگراف فضا خالی بود، مثلا اینو بکش عرض اینا رو، بعد اون فونت مثلا متغیر عریض شدن هم داشته باشه که الان ما توی فونت‌های لاتین داریم. و فیت کن فقط سطرهایی که تو پاراگراف که مثلا نرسیده به آخرش. یا اینکه وقتی که توی حالت ریسپانسیو مثلا رفتی روی موبایل یا تبلت یا مثلا یوزر اینو چرخون مثلا دیوایزشو، حالا تو بیا مثلا از مثلا رو حالت موبایل ارز رو 20% کم کن، یعنی اینو کامپکت کن، فشرده کن که سطرهای مثلا 4 کلمه ای نشه، سطرش مثلا 6 کلمه ای بشه، خوندنش راحت تر بشه. و اون فونت هم مثلا متغیر کش اومدن یعنی عریض شدن رو داره و میتونه اینو کنترل کنه دیگه. این میتونه یه عدد ثابت هم نباشه که مثلا موبایل و دسکتاپ، میتونه مثلا اصلا در شرایط مختلف که این تغییر میکنه به نسبت عرض مثلا اون دیوایس این تغییر کنه، ما یه کد براش بنویسیم نه 3 حالت مختلف. تا مثلا نور محیط که مثلا اگر که حالا رفت رو دارک مود یا مثلا چقدر تاریک بود محیط، اینو نازکتر کن که توی محیط مشکی مثلا ما میدونیم که لایت وقتی مثلا حالا تو زمینه مشکیه وزن لایت اندازه رگولار دیده میشه دیگه، چون نور میده رو زمینه مشکی و اینو بسنجه مثلا خودش رو تغییر بده. تا حتی خیلی هیجان انگیزتر که میتونه لحن متن باشه، یعنی ما میتونیم فونتی داشته باشیم که دو سرش در واقع دو مسترش خیلی فرق داشته باشه. مثلا ما الان فونت
ابر رو داریم که اینجوریه. فونت ابر کلا شخصیت کلاسیک طوری داره، خطاطی طوره، ولی یه استایلی داره که یه مقداری ساده میشه، امروزی تر میشه. بعد حالا ما میتونیم مثلا الان هوش مصنوعی هم اومده، ای آی هم اومده، میتونیم براش تعریف کنیم که تو بسنج ببین الان مثلا ما فرض کنیم یه تم طراحی کردیم که ممکنه هر کی باهاش یه وبسایت بیاره بالا، یا ما یه سرویس سایت ساز داریم که ممکنه فروشگاه موبایل روش بیارم بالا، تا فروشگاه مثلا آثار صنایع دستی، تا کتاب‌های قدیمی مثلا من اونجا میفروشم. این متوجه بشه که چقدر کلاسیکه چقدر مدرنه و خودش یه حدس بزنه بین این دو حالت، مثلا تشخیص بده که چند درصد به سمت کلاسیک باشه، چند درصد ساده و مینیمال باشه، و این فونت خودش رو عوض کنه. مثلا بگه که من تشخیص دادم که یه فروشگاه موبایل 90% اصلا میتونه مینیمال و مدرن باشه، ولی مثلا آموزشگاه فرض کنیم موسیقی 50-50، فرض کنیم آموزشگاه موسیقی مثلا گیتاره، و بعد این بازی کنه و چقدر میتونه جالب باشه. حالا دیگه فکر میکنم ای آی میتونه حتی مثلا توی قصه همینو تشخیص بده که الان کاراکتر یه حرفی رو داره مثلا با عصبانیت میزنه، یا اینجا داره مهربونی حرف رو میزنه، بعد این پیام رو بفرسته و مدام توی مثلا هر سطر لحن اون فونت عوض بشه، که خب این میتونه اتفاقات جالبی رو داشته باشه توی من. خب بله میلاد بگو. یه سوال داشتم. این بحث فونت های متغیر برای بچه‌هایی که خب گرافیستن چقدر تاثیر داره؟ اصلا به کارشون میاد یا نمیاد؟ همین من اینجا داشتم راجع به همین صحبت میکردم، یا نتیجه آخرم این بود که خیلی ها فکر میکنن که فونت متغیر کلا فونت کاربرد اصلیش سمت بچه های طراحی گرافیکه، و مثلا میگن که وای مثلا چرا توی ادوبی درست ساپورت نمیکنه، ولی شما وقتی برید تست کنی میبینی مرورگرا خیلی خوب ساپورت میکنن، ولی توی باگ داره، مثلا توی ایلستریتور، توی افتر افکت خیلی وقت مثلا ساپورت نمیکنه، تازگی اضافه شده، این دیزاین هنوز خروجی درستی نمیده. میگه خب چرا اینجوریه، چرا پس مثلا کروم و مرورگرا خیلی زود همه قسمتاش رو ساپورت کردن؟ چون واقعیتش اینه که اصل استفادهش این سمته، نه استفاده برای پوستر و این چیزا که حالا این متغیرها رو دست بزنن. اونجا استایل رو داشتیم قبلا، اوپن تایپ هم داشتیم، یه چیزای کاراکترهای جایگزین و این داستانا رو داشتیم، ولی این موضوعات که ما تعامل کنیم با فوند، بعد اون موضوع سواکیش و ریکوست های کمترش به سمت سرور و چابکتر شدن صفحات پربازدید، اینا امتیازهای اصلی وریبل فونت، و برای همین طراحان محصول بیشتر باید بیان سمت فونت های متغیر، هم استفاده هاش بیشتره، هم ریسکش کمتر برای شما، یعنی واقعا توی مرورگرا اتفاق عجیبی براش نمیافته و به راحتی میتونید اون مزایا رو ازش بگیرید. که خب این چند تا امتیاز کلیدی بود، خیلی چیزای دیگر رو هم داره که به نسبت فونت ها امکاناتشون اصلا اتفاقات هیجان انگیزی که توی وریبل فونت میفته و فونت های معمول نمیفته، که اون دیگه خودتون میتونید سرچ کنید و انواع فونت ها رو ببینید. امروز اگه فرصت شد حالا چند تا مثال میزنیم. و بعد از اون میخواستم دیگه یه مقداری بحث تکنیکال هم بکنم اگه بشه. حالا اگر سوالی دارید راجع به کاربرد وریبل فونت بپرسید تا دیگه این بخش پایانی صحبتمونم یه مقداری مثلا تکنیکال صحبت کنیم، بچه‌ای هم که مثلا بیشتر تجربه دارن نظر بدن و کمک کنن که دیگه بحثمون تمام بشه. سوالی نیست؟ نظری؟ دوستان کلا تعاملی ها، خب. یعنی هر سوالی هر موردی هست بپرسین راحت. ببینید این بحث تکنیکال کلا استفاده مثلا تو محیط CSS که من اینجا آوردم به عنوان مثال، شاید برای بچه های حالا باز مبتدی خیلی مفیدتر باشه که مثلا
تازه یه مقداری کلاس رفتن و در حد مثلا لود فونت باز از ما میپرسن، خیلی مواجه نشدن با مثلا محصولات واقعی. و دیگه حالا این وسط بخوان بیان مثلا ببینن کدهای مربوط به وریبل فونت هم فرق داره یا نداره. خیلیشون که اطلاع ندارن، یعنی وقتی وریبل فونت رو استفاده میکنن با همون کدهای معمولی استفاده میکنن و بعد مثلا به من پیام میدن میگن درست کار نمیکنه. ببینید ما این دستور فونت فیس رو توی CSS به صورت کلی داریم برای لود کردن فایل فونت. یعنی همون قضیه ریکوست هست که میگم، یعنی همون اول توی هد بایستی این فونت تعریف بشه. این که گفتم فرق داره با عکس، اینا عکس قرار نیستون بالا براش چیزی تعریف بشه. یه دیفالتی داره که وسط متن یه خط کد میاد، این عکس رو با این فرمت این اسمه مثلا عرض و ارتفاع این لود کن بره. ولی برای فونت بایستی اینجا تعریف بشه که مثلا یه فونت به اسم مای فونت از این آدرس بایستی الان لودش کنیم موقعی که صفحه میخواد لود بشه که فرمتش اینه. حالا توی فونت های عادی ما در همین حد کافیه، یعنی بگیم که اسم فونت اینه، الان کجای روی چه URL اون فایل فونت گذاشته لودش کن، فرمتش هم اینه، اسمش اینه. خیلی ساده. و بعد توی CSS ما یه سری کدهای استاندارد داریم که میگه مثلا اینو بولدش کن، وزنش این باشه، وزنش نرمال باشه، یا استایلش ایتالیک باشه یا نرمال باشه. دیگه رنگ و سایز و این چیزا رو هم که دیگه خودتون همتون استفاده کردید و دارید. اما الان ما در وریبل فونت یه چیزای جدیدی داریم که اینا رو اومدن مثلا اینجا در کدهای CSS از زمان که وریبل فونت اومد اینا رو تعریف کردن که ما مثلا اینجا براش تعریف کنیم که این فونت چه محورهایی رو شامل میشه. محور همون متغیر است، یعنی بر اساس محور وزن این میتونه خودش رو تغییر بده. حالا چه مقدارش رو طراح فونت تعیین میکنه، یعنی استانداردی نداریم که بگیم همه فونت ها اینه. یه طراح فونت میتونه مثلا تا بولد بیشتر نداشته باشه که میشه 700 و از اون طرف هم اولین وزنش مثلا 300 باشه. یه طراحی هم میتونه از 100 شروع کنه. اما اینو ما بایستی حالا دیتاشو یا از طراح بگیریم تو اون پکیج، یا اینکه میشه یه جورایی با یه ابزار خوندش. یعنی ما یه ابزاری آنلاین داریم که برای وریبل فونت روش لود کنید، این دیتا ها رو براتون نشون میده که این الان چه محورایی تو این فونت هست و مقادیرش چقدره. اینو شما بایستی پس بدونید. وقتی که مثلا میاد فونت ایران سنس پکیجش رو باز میکنید که توش هست یه نمونه کد هست یا یه PDF هم هست که میگه الان این محوراش چیه و مقادیرش چقدره. اینا رو شما اینجا تعریف میکنید برای اون فونت کنار جایی که لود میکنه. و شما اینو که تعریف کردید دیگه از این به بعد این CSS میشناسه که بایستی چی کار کنه. اگر این کار رو برای وزن مخصوصا و یه سری، حالا اینو هم جدا میکنم براتون که مثلا محورهای استاندارد چی هن، محورهای کاستم چی هن. برای این محورهای استاندارد مخصوصا تعریف نکنید، این نمیشناسه. یه دفعه بهش بگید که مثلا میخوام اینجا بولد بشه، که اینجا تو اشتباهات رایج هم من نوشتم استفاده از فونت وید بولد به جای مقدار عددی و بعد اونجا هم مثلا تعریف نکرده. بعد این نمیدونه که الان باید چی کار کنه، چون توی فونت وید بولد ما توی کد نویسی های معمولی اینجا جایی که دونه دونه داریم فایل ها رو لود میکنیم وزن 700 رو می نویسیم که نام استایلش بولده و ویتش 700، نام استایلش بولده. پس اگر گفت بولد این فایل رو برو لود کن. ولی اینجا بایستی، و اینجا که فایل دیگری وجود نداره، این بایستی بر اساس این تعریفی که ما اینجا کردیم متوجه بشه که بین 100 تا 900 برای بولد باید بره 700 انتخاب کنه. حالا اگه بنویسیم 700 که چه بهتر، ولی ما ممکنه یه تمای دیفالتی داشته باشیم یا از یه فریم ورک استفاده بکنیم که اونجا توش از کلمه بولد استفاده شده باشه. پس اینو اگه من اینجا ننویسم این
این کار نمیکنه و نمیدونه که باید چی کار کنه. و خب همین سطح دوم الان توضیح دادم دیگه که برای محورهای استاندارد اینجا اگر که تعریفش نکنیم ممکنه که کدهای CSS که اینا باشن درست کار نکن. در واقع حالا بخوام نادیده گرفتن پشتیبانی مرورگرای پروژه قدیم، اینم حالا میتونم بهتون یه نمونه کد نشون بدم، مثلا تو بسته ایران سنس که کامل هست میتونیم ببینید، ولی این خیلی الان مسئله‌مون نیستا. نمیدونم شما چه سایتی دارین طراحی میکنین، مگر اینکه مثلا یه سایتی برای یه جای دولتی و اینجور چیزاست، حدس بزنیم که یه نفر ممکنه با یه دیوایز خیلی قدیمی بیاد، یه دفعه مرورگر مثلا 6 سال پیش روش باشه و برای این ما بایستی یه تمهیداتی انجام بدیم که اشاره خواهم کرد که چه چیزایی خواهد بود، ولی الان خیلی نگران این آخری نباشیم. علیرضا میخواد یه موضوع رو اضافه کنه؟ ممنون بابت توضیحاتتون. یه سوال داشتم الان بپرسم چون که وقت داره به این قسمت. اگر که راجع به همیناست میخوای الان بپرس. آره، الان شما مای فونت رو دانلود کردید، اینجا ایمپورت کردید دیگه. الان این فونت داخل آره. پروژه. یه سری آره. پروژه ها من دیدم که به صورت آنلاین ایمپورت میکنن، یعنی از خود سایتش ایمپورت میکنن. خوبی بدی این کجا هست میشه اینم بگید؟ اون سایتش که میگی در واقع کلوده، درسته؟ چون سایت که ما هم اینجا مثلا داریم از یه سروری لود میکنیم. اون موضوع کلود که مثلا شما الان گوگل هم داره و میتونید از اونجا لود کنید، خب بله اون یه امتیازاتی داره. امتیازاتش اینه که در واقع از این موضوع چابکتر شدن وبسایت هایی که یوزر بالا دارن، این یه مقدار اینجا باز بهتر هم میشه، چون که نمیدونم حالا اون کلوده در واقع حتی اگر یه یوزر دیگری در ایران مثلا از اون کلوده رو یه بار لود کرده باشه اونجا هست و اصلا برای من نیازی به لود نداره دیگه که بیاد روی سیستم من. و یا من مثلا یک بار این اتفاق را افتاده باشه مثلا برای اون وبسایت، فکر کنم اینجوریه که کسایی که از اون کانال به اصلا کلود رو وصل میشن، اولین کسی که لودش کرد دیگه برای بقیه هیچ تأخیری در لود وجود نداره. ضمن اینکه آره، یعنی این روی فضای ابریه که همه بهش وصلن و نیازی نیست که بیاد روی دونه دونه دیوایزا. اون دیگه مقداری آره سریعتر میشه و اینجوری هم شدن فونت. میشه گفت که اگه فونتی احیانا آپدیت شد اول اونجا آپدیت میشه دیگه، شما تغییرات رو به صورت آنلاین. آره ولی الان مثلا ما به این پیشنهاد داشتیم که تو ایران این کارو بکنیم، اما ما این کارو نکردیم چون مطمئن بودیم که اون اعتماد وجود نداره. یعنی شما الان وقتی که میگن گوگل، مطمئنید که حالا یه چیز خیلی کلیدی از وبسایت شما از رو گوگل لود بشه اتفاقی نمیافته، ولی ممکنه بگن فونت ایران، بگن نه ما میخوایم روی سرور خودمون باشه. از کجا معلوم که اصلا اون سرورهای فونت ایران درست عمل کنه، استاندارد باشه یا هکی روش اتفاق نیافته؟ واسه همین ما با نظرسنجی کردیم دیدیم نه، اتفاقا جای کلیدی که باید استفاده کنن ترجیح میدن فایل فونت رو داشته باشن، خودشون داشته باشن. ولی آره اونی که میگی هست و یه امتیاز محسوب میشه که برای گوگل هم الان اینو داره. خب تولید فونت و فونت وریبل چه نرم افزارهای مناسب هستن برای دیولپر؟ همه نرم افزارهای ساخت فونت الان وریبل فونت رو هم میدن دیگه. آدرس یارو ممکن عوض بشه. یارو منظورتون چیه همینجا؟ این که این آدرس که جاییه که ما این فایل رو گذاشتیم دیگه توی پروژمون. ممکنه یه فولدر بالاتر باشه یا توی فولدر فونت باشه، توی CDM. خب اون هم موضوع کلوده بود دیگه. آره اون که مثلا اعتماد نداشته باشن به ما، فکر کنن مثلا ممکنه دستکاری بشه، آره دیگه فونت براشون لود نمیشه، بعد یه جایی باشه که بهش اعتماد کنم. حالا راجع به برای اینکه خیلی دورم نشیم، این موضوع
محورهای استاندارد و غیر استاندارد چیه؟ فکر کنم من اینجا نوشتم. آره نوشتم. ببینید یه سری محورها رو ما اصلا از اول داشتیم، یعنی یه چیزایی که تو فونت ها بوده و توی CSS هم براش اصلا کد داریم، یعنی ویتو از اول داشتیم، یا حتی مثلا این واید و ارز رو اسلنت ایتالیک. ببینید اسلنت یه چیزی هم شبیه ایتالیکه ها، ولی این فقط فونت رو کج میکن. ایتالیک حالا تو ایران همه این دوتا رو یکی میدونن، فکر میکنن ایتالیک یعنی کج کردن. ایتالیک یک استایل حالت دستنویس از فونته. یعنی فونت های انگلیسی که کج شدن اینا ایتالیک نیستن، اینا استایل اسلنت هم. ایتالیک یکم حالت مثل زنجیره نویسی ها داره، چون زنجیره نویسی ها رو سری می نویسن کج می نویسن، با این اشتباه گرفتن است. که از استایل های قدیمیه، از اول هم بوده و کدش هم هست. و حالا اپتیکال سایز که با یه مقدار توضیح بدم که چه تفاوت تغییراتی در فونت ایجاد میشه که مثلا در ریز دقیق تر دیده بشه و بعد اینا در سایز بزرگ مهم نیست، در نتیجه اون حروف استایلشون فرق میکنه. اینا چون اصلا کداشون توی CSS وجود داره، این ردیف اولی ها این برای اصلا نگاه نکن، اینا وجود داره، ما میگیم که شما بیا اینجا بازش رو تعریف کن که چند تا چنده، که وقتی اینجا گفت مثلا فونت بیت 700 یا استرچ 85%، بدونه که بین چه بازه‌ای میتونه فونت متغیر رو پیام بده بهش و اینو عوض کن. حالا ما یک نوع در واقع فراخوانی هم داریم، یه نوع کد که فونت وریشن ستینگه که این مخصوص وریبل فونت. یعنی اگر که شما اینا رو تعریف نکنید این مدل کد کار میکنه، ولی ما میگیم این استانداردتره، چون دیگه شما با همون کدهای معمولی CSS هم خیالتون راحته که کار میکنه. ممکنه وسط کداتون از فریمورکی استفاده کنید یا روی یه سری کدهای دیگه از جایی لود بشه که مطمئن باشید کار میکنه. پس اگر که تعریف نکنید هم با این دستور فونت کار خودش رو درست انجام میده، ولی ما گفتیم اینو تعریف کنید برای اینکه از کدهای اون دیفالت CSS که برای فونت های معمولی می نویسن هم بتونه پشتیبانی کنه برای فونتتون. ولی این فونت وریشن ستینگ هر محوری توی فونت باشه رو میتونه بخونه و اجرا کنه. حالا پس برای محورهایی که استاندارد نیستن دیگه مجبوریم از فونت وریشن استفاده کنیم. یعنی چی محورهایی که استاندارد نیستن؟ من به عنوان طراح فونت میتونم یه چیزای ساختگی، یه محورهای ساختگی برای خودم درست کنم، چون اون سیستم ساختش اصلا اینجوری نیست که شما بزنی من الان میخوام ویت وزن رو مثلا تعریف کنم یا کشیدگی رو تعریف کنم. یه چیزی ساختن که در واقع سر و ته یک محور رو ما یه سری نوت‌های وکتور میذاریم رو مختصات که اینا روی اون مختصات به همدیگه وصلن و حرکت میکنن. یعنی من میدونید که مربع مثلا 4 تا نقطه داره، اون 4 تا گوششه، و دایره هم 4 تا نقطه داره. من اینو سر و ته یه فونت وریبل بذارم، این وسطش میاد دایره رو به مربع تبدیل میکنه مثل انیمیشن. پس من میتونم هر چیزی بسازم. همطور که شما میبینید مثلا توی فونت ایران سنس ما تغییر نقطه رو داریم، یعنی نقطه ها شکلشون عوض میشه. این که من مثلا اسمشو گذاشتم دات، اصلا توی این محورهایی که از توی همه فونت ها میتونه پیاده بشه نیست، یه چیز ساختگیه. در نتیجه وقتی شما میخواین به محور دات نقطه دستور بدین دیگه از فونت وریشن استفاده میکنیم و برای اون اینجا لازم هم نیست که بازش رو حتما حالا تعریف کنیم، که البته میشه هم تعریف کرد. که حالا اینجا یه بحث یه مقداری عمیق‌تر که پیش میاد اینه که شما مثلا به یه قسمتی از متن میخواید هم بگید وزن تیم باشه، هم نقطه عوض بشه، هم عرض تیم مقداری مثلا کشیده بشه. اینا رو
دیگه میشه مثلا هم اینجوری دیگه کلا رفت رو فونت وریشن، همین که نه من میخوام روی این بمونم، یعنی فونت ویت رو تعریف میکنم و کد CSS عادی میزنم براش، پشتش دات رو با فونت وریشن میزنم. این کنترلش خب خیلی راحت‌تر، خیالمون راحت‌تره روی مثلا اووررایت شدن کدهای CSS که میتونید باز دیگه بیشتر سرچ کنید و حالا الان که دیگه AI اومده میتونید اصلا کدایی که میزنید ازش بپرسید که کدوم بهتره و الان چه اشکالی داره و باید چطوری درستش کنید. ولی همین بحث ساده رو من متوجه شدم که بچهای طراح محصول فقط به خاطر اینکه یا حالا دیولوپرای سمت فرانت برای اینکه حال اینکه برن حالا این داکیومنت اینا رو بخونن و دیگه اون کدهای قبلی رو از حفظ بودن دیگه، بخوان بیان حواسشون به اینا باشه و حوصله نداشتن برای فونت استفاده نمی‌کردن. ولی همینقدر ساده است که من در 10 دقیقه رو توضیحش دادم و چیز پیچیده ای نداره. همین بحث من اینجا تمومه و میتونیم هم سوالا رو جواب بدیم اگه دوست دارید، هم حالا چند تا فونت فارسی رو مثلا میتونیم نشون بدیم. ببینم من چه چیزایی رو اصلا گذاشته بودم اینجا. آها یکی دو تا چیز جالب داریم، بذار ببینم این ویدیو رو نشون بدم اگر بشه. من اینو اول قطع کنم، این ویدیو رو نشون بدم. این همون موضوع اینتراکتیو بودن فونته، یه دونه مثاله. آره میتونه الان مثلا از در واقع میکروفونی که توی اکثر دیوایس ها هست تشخیص بده صدا رو و مثلا فرض کنیم حالا لیریک آهنگ داره اینجا رد میشه و با حس و حال مثلا لیریک جایی که مثلا آروم میخونه این نازک باشه، جایی که داد میزنه این بولد بشه، یا مثلا اون حس و حالش تغییر کنه بر اساس صدایی که از اطراف میگیره، صدایی که مثلا از بیرون حتی میگیره. فرکانس ها این میتونه به راحتی وصلش کرده. خب میزان فرکانس میکروفون که چیز متغیر عجیبی نیست. یکی دیگه هم داشتم، اون اتفاقا مال فونت دانا بود، جالبتر هم هست، بذار اونو بیارم. چقدر قدیمیه این ویدیوه، فولدرهای فونت دانا پیداش کردم. صدا اونجا واضحه یا صداش خیلی کمه؟ صدا برای شما پخش میشه؟ صدا رو ندارین؟ نه هیچ. برای اینه که یعنی باید بگم به سیستم قبلی هم صدا رو نذاشتین نه؟ نه متاسفم. از روی میکروفون. آها این روی چیزه، بذار من این میکروفون رو بیارم روی، یعنی بیارمش روی سیستم ببینم الان عوض میشه. الان چی؟ آره یا بازم نه؟ نه. حالا البته از اینجا بایستی اگه صداشو بلند کنم چجوری، یعنی من الان ویدیو رو اینجا پخش کنم نباید؟ عجیبه، نمیدونم. سیستمتون ویدیو اون از قسمت سان باید تنظیمش کنین که تو اون قسمت هستم،
تو اون قسمت هستم. الان آوردمش روی مک، ولی اینکه صدای ویدیویی که من پخش میکنم چی دیگه آپشن دیگه ای نداره. چیز ایرفونمه و خود دیوایس مک. حالا من اینجا روش حرف میزنم دیگه، خیلی چیز عجیب، ولی حالا این صداش برای اینکه خیلی قدیمیه، اون تنظیمات میکروفون رو انجام دادم، یعنی الان اینجا من چیز دیگری نداره. میتونم مثلا بگم ببینید اینو که دیگه نداره، اودیو میکروفون رو داره که من میتونم بگم از هدفونم باشه یا از میکروفون نداره، اسپیکر، چون میکروفون نه اسپیکر نداره. پوش تو تالک چیه؟ ببین بالا از تنظیمات خود سیستم عاملتون، از سیستم عامل چی رو تنظیم کنیم؟ به آوتپوتش رو تغییر بدیم به خود مک از کنترل پنل. نمیدونم که اصلا این چیزی به اسم ساوند تو ساوند پریوزر اینترفیس چینج اوتپوتش رو تغییر بدیم به چی؟ فکر کنم الان آره چون در بیارم از نه فقط از هدفون من خارج شده اومد رو چیز. بذار ببینم الان مثلا چطوری میشه. الان دریبل فونت دانا هست در محیط، درسته؟ بله صدایی که اینجا رو میتونه این میکروفونه بگیره. آره این میومده روی هدفون من، چون با مزه از قدیمیه خب گفتم بشنوید. این تولید محتوای اون زمان. این دریبل فونت دانا هست در محیط موبایل که متغیر تغییر وزنش به سنسورهای تشخیص نور گوشی مرتبط شده و من اینجا بخوام بهتون نشون بدم که چطوری با کم و زیاد شدن نور محیط وزن فونت هم تغییر میکنه. ببینید امکانات هم داره این حدی گفت. چراغ اتاق خاموش شده. میتونم با دستم توی کنترلش کنم. اینو دوستانی که برنامه نویس هستن و کار وب و طراحی اپلیکیشن انجام میدن میتونن به راحتی براتون انجام بدن وقتی که از فونت‌های وریبل استفاده کنن. خداحافظ همه شما. آره اینا یکی از بچه‌ها موقع بهش گفتم بس خیلی ساده است دیگه، توی اینو میتونم وصلش کنم به سنسور گوشی و اون موقع اصلا هم خیلی به فکر اینکه این ریلزا مثلا چجوری بسازیم و اینا نبودیم، خیلی راحت مثلا اینا رو میساختیم، حرف میزدیم روش. توی فولدر فونت‌های دانا پیداش کردم. یکی از بچه‌ها اینجا پیام داده که به همون یاد بدید. ببین این تکنیکالش رو دیگه باید برید خودتون یاد بگیرید، چیز عجیبی نیست. مثلا منم مثلا راجع به سنسورهای گوشی بلد نیستم، من اصلا سمت اندروید و اصلا گوشی موبایل که اصلا کار نکردم، ولی میدونم که همه اینا خیلی راحت میشه گفت که میزان نور و حتی سنسورهای دیگه که مثلا حرکتش بدن حالا یه اتفاقی بیفته توی متغیرهای فونت. ولی همین دیگه. حالا یه سری هم اینجا من چیز گذاشته بودم، فونت ها رو گذاشته بودم که میتونیم مثلا اینا رو ببینیم. الان مثلا فونت ابر رو نیاوردم، ولی ببینم فونت ابر رو پیدا میکنم. شاید بعضیا ندیده باشن، اگرچه اکثرا فکر کنم دیدن. اگرم این نسخه‌ای باشه که HTML گذاشته باشن توش. آره بذارید الان من میتونم اینو نشون بدم.
یه تب جدا. که چند تا فونت دیگر هم باز کنم، بعد نیست اینا رو هم نشون بدم. مثلا فونت ایران سنس نشون بدم، یه فونت خب اینجا شما مثلا فونت اول رو میبینین که اون حالا برای بچه هایی که ندیدن این بحث لحنه مثلا تو این وجود داره. آره صدام خوب نیست، یه بار دیگه بریم روی هدفون، اوتپوت رو ببریم روی بلوتوث. الان درست شد؟ صدام خوبه؟ بهتره؟ اوکی. خب بذار میکروفون اصلا از همینجا ببرم روی هدفون. ببینید این فونت ابره و شما اینجا من بعضیش رو بیشتر کنم واضح تر میشه. روی حالت مثلا لو کنتراستش یه مقدار مینیمال تره و من ببرم های کنتراست، ببینید خیلی حالت خطاطی و تیز پیدا میکنه. شاید حس خیلی جدیتر، سنتی تر، کلاسیک تر، ولی این میتونه این وسط هم باشه. یعنی 70% این کلاسیک باشه، مثلا 30% مینیمال باشه. اینا رو مثلا بهش بگیم و در جاهای مختلف مثلا اینو عوض کنه. سایزش رو مثلا بزرگتر بگیرم براتون روی یک کلمه ببینید چطوری میشه. این چقدر میتونه این فونت عوض بشه، حتی شکل نقطه‌اش هم یه جا داره عوض میکنه. یا دیگه فونت مثلا فونت ایران سنس فقط چیزشو داشتیم، مثلا نقطه هاشو داریم که اینجا میتونه مثلا این نقطه هاش ببینید حتی این شماره یک کم کجیش فرق میکنه، یا مثلا با نقطه های اینطوری یک کم امروزی تر میشه، یک کم مثلا معاصرتر میشه چون قدیم اصلا نقطه اینجوری نشه، یا یک کم کج باشه حس پویایی بیشتری پیدا میکنه این نقطه به هم وصلش. یا اگر که بیاد نقطهش گرد بشه که اصلا یه مقداری فان بودنش، مهربان بودنش رو مثلا پررنگ‌تر میکنه. یا حالا فونت دانا داستانم داره. من اون زمانی که اصلا اومدم ببینم وریبل فونت چطور ساخته میشه، چون شنیده بودم اخبارشو ولی نمیدونستم ورژن‌های جدید مثلا نرم افزار ما که فونت میسازیم اینا رو ساپورت میکنه، که خب من اومدم آپدیت کردم میشه باهاش ساخت و خیلی زیادی هیجان زده شده بودم و اومدم شروع کردم و دیگه کارهای غیر استاندارد عجیب غریبی میکردم که بعدا اینا رو مثلا از فونت دانا حذف کردم. این فونت دانای خیلی قدیمیه و همین فونت دانا مثلا 4 تا چند تا، آره دیگه 4 تا محور داره که برای اولین فونت اصلا نیاز نبود این کار رو بکنم، باید یه دونه میساختم بعد دیگه شروع میکردم، اصلا باید آشنا میشدیم باید استفاده اینا چیه. ولی من انقدر هیجان زده شده بودم که میخواستم یه چیزی بدم که مثلا 1000 شکل در بیاد. مثلا این وزنشو عوض میکنه، بعد یک کمم مثلا کشیده میشه، اینا عریض میشه، سایزشو کمتر کنم، بعد از اون طرف اسلنت هم میشه، یعنی اینا کج میشن دیگه. چه بدونم نقطه هاشم مثلا عوض میشد، نقطه هاش عوض میشد. از اون طرف چیز هم داشت، مثلا کشیده اینجوری هم داشت، مثلا بتونه کشیده بشه و هر چی هم به ذهنم میرسید و میریختم توی این فونته که خب خیلیش استاندارد نبود. خیلی از این کارا
به شکل استانداردی نبود، ولی واسه اون موقع خیلی هیجان انگیز و جالب بود و کلی کار میشد کرد. مثلا با این یکی که بعدا هم تو فونت‌های دیگه آوردیمش، یعنی کشیده، خیلی کار جالب میشد کرد. اینو هم یه مهندس فونت که اصلا ایرانی هم نبود، اینو دیده بود روی توییتر، به من گفت که فونتو بهش بدم که با اون موتور حرف باز بیاد کاری بکنه که ما توی وب هم همترازی داشته باشیم. چون میدونید که ما توی وب بر اون کاری که شما توی ورد و فتوشاپ و اینا انجام میدید، پاراگراف ها رو همتراز میکنید، ما توی وب نداریم اصلا. چون یه اتفاق میفته، حالا توضیح تکنیکالش سخته که یه چی اضافه میکنه، اصلا کاراکتر اضافه میکنه و دیگه کلمه تغییر میکنه. اینو ما هنوز هم نداریم. اینو پیاده کرده بود با این متغیره که بتونه خودشو بکشه و سطرها همه فیت بشن. آره اینم از فونتایی که الان در دست میتونه تو فارسی و میتونید از این متغیرهای جالبش استفاده کنید. خب سیما میخواد یه موضوعی رو بگه، بگو لطفاً. خسته نباشین، ممنون از توضیحاتتون. من یه سوال داشتم، اون فکر کنم یه ذره مبتدی باشه. واسه فوند ایران یکان که من خودم تو محصول استفاده میکنم، من طراح محصولم، اینو من میبینم مثلا پک‌های ایران یکان وب، ایران یکان اف ان، ایران یکان، اینجور چیزا هست. خواستم بدونم مثلا اینا خیلی با هم فرق داره، چون یه ذره کوچولی رو وزناشون تغییر میدم، میبینم که تغییرات جزئی میکنه. خواستم ببینم اصولیش چیه. اونایی که توی فولدر بندی برای کاربردهای مختلفه که مثلا برای وب، اون اف آ نیوم مثلا فارسی نامرال که برای اون فونت هک شده است، اعداد انگلیسیش فارسی، برای جایی که اصلا نمیتونید اعدادش رو فارسی کنید. نه این فونت نباید فرقی داشته باشه. یه وقتایی یه آپدیت ممکنه بدیم یه چیز کوچولو تغییر کنه، بعد اصلا مربوط به اعداد هم نباشه، اون فقط یه فولدر تغییر کنه، بعد شما ببینید یه جایی اتفاقاتی میفته تون یکی نیست. ولی نه، کلا ما فونت رو میسازیم، بعد حالا یه دونه فارسی نامرال خروجی میگیریم، یه نسخه مخصوص وب خروجی میگیریم، یه برای وب فونت خروجی میگیریم. نباید فرقی داشته باشن اینا. تو همه بسا حتما راهنماشو بخونید که اینا به چه درد میخوره. الان ما دیگه کم کم میخوایم اونو اصلا حذف کنیم، اون فارسی نامرالو، چون با CSS های با کنترل CSS به راحتی میشه عددا رو فارسی کرد و خیلی استانداردتره، خیلی راحت تره و شما هم تنبلی نکنید و فونتایی که اینو داره از اون استفاده کنید. با یه کد CSS بگید اینجا میخوام عددا انگلیسی فارسی نشون داده بشه، مثلا قیمت و اینجور چیزا، و دیگه از اون استفاده نکنید که در سر داره. ممنونم، مرسی. خواهش میکنم. راجب لاین هایت من در این حدشو خوندم رفت. ببینم تو کامنت ها. کجا رفت؟ لاین هایت، ببین استاندارد ما نداریم. اگر مثلا جایی خوندین که فلان عدد ضرب در فلان عدد و اینا مثلا به هر حال یه جایی میخوان یه کار تحقیقاتی کردن و مینویسن، فاصله سطرها رو خودتون ببینید وضعیتش چطوره. در واقع ما میگیم که اگر دوتا سطر فاصله شون زیاد باشه، هم پاراگراف هست هم میپاشه، یعنی بافتش از هم گسسته میشه. همین که وقتی که چشم از اینجا میخواد بیاد سر سطر بعدی، یه حرکت سخت و خسته کننده باید انجام بده. و اگر فاصله ها کم باشه، اولا به هم برخورد میکنن و ناخوشاینده و مثلا یه دفعه یه اعراب اینجا میذارید میخوره این پاشنه واو. یکی همین که اگر خیلی کم باشه، شما توی کتاب خوندن احتمالا براتون اتفاق افتاده که میایید سطر بعدی رو بخونید میبینید یه سطر رو تکراری خوندید، یعنی حرکت چشم از آخر سطر به اول سطر، این بد میشه. میتونید خودتون تست کنید، یه بار از روش بخونید، نگاش کنید که هم گسستگی و در هم رفتگی نداشته باشه، خودتون عددش رو عوض کنید، چون فونت هم فرق میکنن اصلا. بله میلاد یه چیزی هم که من میخواستم بفرستم توی چت هم فرستادم، واقعا خیلی یه توزه به درد بخوریه.
یه اکستنشنی که برای فونت ایرانه، من خیلی استفاده کردم. آره میخواستم یه توصیه هم بکنم حالا برای دوستانی که طراحی محصول کار میکنن که مثلا میخوان یه فونتی رو استفاده بکنن، میتونن پیش‌فرض قبل اینکه اون فونت رو خریداری بکنن ببینن اصلا مدل های مختلفش رو، که مثلا یه سایتی رو باز میکنیم مثل اسنپ یا دیجیکالا، انتخاب میکنیم مثلا فونت کلمه و کاملا میتونیم ببینیم که مثلا لاین هایت هاشون رو، فونت های ریزشون رو، فونت های درشتشون رو، هدلاین ها چجوریه. و واقعا یک اکستنشنی که به نظرم هر طراح محصولی، هر گرافیستی باید توی حالا مرورگرش، چه کروم، چه آرک، چه فایرفاکس میتونه که داشته باشه و خیلی به درد بخوره. واقعا دمتون گرم که این اکستنشن هم کیر کرد. مرسی. آره اون ابزاریه که خب به هر حال رایگان همه در دسترسه، بهتره همتون داشته باشین. استفاده عمومی روزمرهش هم خب زیاد، من خودم همیشه دارم استفاده میکنم. یعنی الان راستچین کردن و این چیزا هم بهش اضافه کردیم برای مثلا خوندن، مخصوصا وبسایت هایی که من همون لحظه مجبورم ترجمه کنم، یعنی زبان انگلیسیه یا زبان دیگریه و من میخوام همون لحظه با گوگل ترنسلیت ترجمه کنم و بخونم، اونا فونت دیفالت دیگه. واقعا ما دیگه این روزا خیلی سخته اونو با اون فونت دیفالت بخونیم. تا توییتر و این روزا استفاده داره. ضمن اینکه آره شما میتونید وبسایتتون رو باز کنید اینجا و فونت های مختلف ما رو یه وزنش روش تست کنید ببینید، یا حتی به مشتری نشون بدید. لپتاپتون رو ببرید اونجا و این فونت رو عوض کنید با اکستنشن، بگو کدومو بیشتر میپسندید. یا حتی برای اسکرین شات گرفتن، یعنی اسکرین شات فونت که ساختی اکستنشن رو روش نصب کن، اینا رو اسکرین شات بگیر و بفرست برای کارفرما ببین نظرش چیه. خب الان فونت ها دیگه شاید ما الان 30-40 تا به فونت داشته باشیم که بین اونا خیالت راحت که مثلا این میگه این 5 تا رو خوب میپسندم دیگه، سلیقش دستتون. یه سوال دیگه، حالا این سوال شاید یه سوال عجیبی باشه، اگه قراره که از کل وبسایت فونت ایران یه فونتی رو انتخاب کنی، کدوم فونت؟ خب اینا که نمیشه مثلا، چون فونت ها کاربردشون فرق میکنه. حالا یه چون سلیقه‌ایه دیگه، سلیقه‌تون چجوریه؟ سلیقه هم باز ربط داره به اینکه رو چی میخواید استفاده کنه. الان ما خودمون وبسایت مثلا فونت ایران یکانه، ولی یه دلیلش هم اینه که از زمانی که شروع شده مثلا ایران یکانی گزینه خیلی خوبی بوده و مثلا روی اون استفاده شده، ولی به طور کلی هم مثلا یه چیز متعادلیه. اما میخواید بدونید که مثلا طرفدار کدوما بیشتر طرفدار دارن، خب هنوز ایران سنس بیشترین طرفدار رو داره، چون خیلی ازش مطمئنن و خیلی دیده شده به لحاظ راحت بودن یوزرها و راحت خوندن. اول ایران سنسه دیگه، بعد از اون ایران یکانه، بعدش یکان بخه که خب به هر حال چون یکان از 30 سال پیش هم بوده و ما مثلا همه باش راحتیم، یکان بخ هم زیاد استفاده میکنن دیگه. بعد از اون میشه مثلا فونت یه چیز رو در یه رده قرار داد، مثلا فونت پیدا رو خیلی دوست دارن خیلیا، که البته قرار به زودی آپدیت بده، مشکلات فنی و این چیزا ضعف زیاد داره، ولی آپدیتشو بده امیدوارم که خیلی از این چیزا رفع بشه. اصلا کلی از این امکاناتی که من گفتم و پیدا اصلا نداره. فونت انجمن و دانا اینا هم مثلا مثل پیدا پرطرف دارن و اینا امکاناتشون هم کامل تره دیگه. بایستی مثلا سایت رو ببینم که یادم بیاد. اینا دیگه چیزایی که یادم نرفته باشه، اینا توی سنسا که اینا هستن. الان توی کلاسیکا همین فونت اعبر رو هم مثلا خیلی استفاده میکنن جدیدن، برای وبم استفاده میشه. باز تو کلاسیکا مثلا فونت فرهنگ رو هم استفاده میکنن زیاد. از هندسی ها فونت مربع و کلمه هم و یا مدام جدیدن اومدن مثلا زیاد استفاده میشه، ولی اونا برای متن خیلی توصیه نمیشن. یعنی چیزن دیگه، یه مقداری توی ریز بافت که ایجاد میکنن، اون بافت خوب نیست. یعنی شما باید به اینم توجه کنید که الان
یه پاراگراف من می نویسم با فونت ایران سنس، یه چیز یک دست کاملی، ولی مثلا با مربع می نویسم یه جایش تیز خشکه، یه جای سیاه‌تر، سفیدتر، فضاها تمیز نیست، اصلا حسی که میگیریم خیلی راحت نیست. خب آقا وحید میخواد یه چیزی بگه، بگوشیم. قربان شما. عرض شود که یه سوالی که داشتم این بودش که ما فونت متن بازی هم داریم توی فارسی که وریبل رو ساپورت کنه. آره داریم، فکر کنم مثلا همون وزیر وریبل هم داشته باشه، ولی نمیدونم، آره وزیر محورای فکر زیادی کنم وزیر نداره. داره. فکر کنم وزیر بود. آره وزیر داره. یه چیزایی هم داریم که خیلی به درد نمیخوره، مثلا فارسی هن ولی خیلی به درد نمیخورن. اما کارهای آقای عابدی هم چند تای فونت داره، فکر کنم همه اینا چیز دارن، متغیر دارن. آقای امین عابدی رو سرچ کنید توی وبسایت فونتامین یا همون فونت امین. نمیدونم حالا اگه اسم ببرم فونت ماهوره یا یکی دیگه است، اون مثلا میدونم که متن بازه و حتما هم داره، چون بروزه، یعنی آپدیت میده ایشون مرتب و وبسایت خودشونو دارن. ولی گوگل فونت رو باید ببینم که ببینم از عربیا مثلا کدوما وریبل فونت دارن. ببینید اینا برای یه چیز خب خیلی کاربرد داره، برای محصولاتی که میخوان متن باز باشن، چون ما همیشه اینو میگیم شما اگر که یک محصول متن بازی بسازیم بعد فونت ایران سنس توش باشه، در واقع کلش دیگه متن باز نیست، باید تذکر بدید که حواست به فایل فونتش باشه. برای اونا این فونتای مثل وزیر کاربردش خوبی دارن و بهتره که از اون استفاده بشه. و آقا فرهاد میخواد یه موضوع اضافه کنه. سلام، من یه سوال داشتم در مورد وریشن ها، اینکه بله. اضافه کردن این آیتم ها به فونت چقدر روی سایز فونت تأثیر میذاره؟ چون توی وب سایت میدونی که خیلی مهمه که هرچه تا جای ممکن سبک باشه، و این ویت که اینجا شما تغییر میدادین، این ویت باز به همون وریشن برمیگرده یا از چند تا فایل مختلف این فونت لود شده؟ نه، از چند تا فایل مختلف که لود نمیشه، همون فونت، همون از تو همون فایل. و اون اولی که گفتید که سایز یه اشاره کردم خیلی کم تغییر میکنه، بیشتره ولی به نسبت زیاد نیست، یعنی ممکنه که 2 برابر باشه. الان مثلا ایران سنس رو من چک کنم که خیلی هم وریبل‌های مختلفی نداره، موفش حجمش 83 کیلوه، 83 کیلوه و وزن استاتیکش 36 تا. آره دیگه تقریبا 2 برابر، یکم بیشتر، ولی همه رو داره دیگه، هر 13 تا وزن و همه چی رو داره. نقطه‌ش هم عوض میشه در حالی که اون هم نقطه‌ش هم عوض نمیشه. خودمو درگیر نمی‌کنم. اگر میخواین خیلی دقیق باشه میذار من بیارمش توی این یکی فایل، منم مجبورم هر حال از اینجا بازش کنم. که اونم حالا دونستنش جالبه. خیلی ها که چرس کنم همه توی پکیج ایران سنس این فایل رو دیدن، ولی شاید حوصله‌اش رو ندارن که بخوان انجامش بدن یا دقیق بررسیش کنن. اونم اینه که اینجا من راجع به یه تکنیک میگم که اگر فکر میکنید بعضیا
مرورگر قدیمی دارن چه راهکاری داره برای اینکه خیالتون راحت بشه. از یه جور هک ها، یعنی ما میایم کدا رو یه جوری پشت سر هم اوورراید میکنیم که اگر مثلا مرورگرش قدیمی بود، اون کد مربوط به وریبل فونت رو اصلا نخونه، بره بعدی. بعد دیگه وقتی رفت بعدی، ما فونتای مثلا 2 تا وزن معمولی و بولد و پشت اون مثلا گفتیم که لود کن و دیگه از اون به بعد اونو استفاده میکنه، که البته یه چالشایی داره که حالا بعداً توی کدهامون هم حواسمون باشه به هر دوتا. این یه مقداری مثلا این حواس جمعیه اینو هم میخواد که خب حالا هر جا کد میزنم بدونم که اگر وریبل فونت اجرا نشد، کد اینو هم بذارم که این اجرا بشه. این با همین توضیحش هم اینجا هست کامل دیگه، که این خط اگه اجرا نشد خود به خود میره خط بعدی و 2 تا فونت ساده رو لود میکنه. بعد دیگه ما بجز این ایران سنس ایکس وی که وریبل فونته، این 2 تا رو هم توی فولدر میذاریم کنار فایلمون و اگر اینم دیگه اگر این لود نشد اینا لود میشه. اینم میتونید توی پکیج بخونیدش که باز دیگه کامل خیالتون راحت میشه. مرسی، دمتون گرم. خواهش میکنم. کم کم دیگه داریم میرسیم به آخر تایممون. آره، اینکه خواستم یه تشکری بکنم از طرف تیم دیزاینرها بابت اینکه واقعا دمتون گرم که تایم گذاشتین. افتخارمون برای ما واقعا افتخار بزرگی بود که تشریف آوردین. خواهش میکنم. جذاب بود برای همه دوستان، هم امیدوارم که جذاب بوده باشه. واقعا دوست داشتیم که بشینیم ساعت‌ها صحبت کنیم، ولی خب به خاطر محدودیت زمانی که داریم مجبوریم که دیگه کم کم وبینار رو تمامش کنیم. ولی امیدوارم که بچه‌ها براشون مفید بوده باشه. حالا هر کسی هم که سوالی داره دوستان بپرسه و اگه نه که کم کم دیگه رفع زحمت بکنیم. آره، میتونیدم حالا آیدی منو مثلا بذارید توی گروه، اگر کسی بعداً سوالی یادش اومد بفرسته، من جواب میدم. حتما ما توی کانال دیزاینرها حتما آیدیتون رو میذاریم که اگه دوستان کسی سوال چیزی داشت بهتون پیام بده. آره، من در خدمتم. خواهش میکنم، واقعا دمتون گرم. مرسی که اومدین استاد. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. دمتون گرم دوستان. ما انشالله در هفته‌های آینده، نه حالا هفته آینده هم انشالله ویدیوی وبینار رو هم داخل کانال یوتیوب قرار میدیم و اطلاع رسانی هم از طریق استوری و کانال دیزاینرها هم انجام میشه که بتونید ویدیو رو دوباره ببینید و استفاده کنید. دمتون گرم. مرسی. متشکرم. مرسی. دست همتون در نکنه شما و خیلی ممنون که اومدید و گوش کردید. خواهش میکنم. واقعا مرسی، خیلی خوب. متشکرم. مرسی، شبتون بخیر. شب همگی بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ.